گاهی وقتی اگر کسانی کار خود به خود آسان میکنن، آسان کردن کارشون نیست که تو وقتی از عالم بیایی اگر نتونه پاسخ جواب شد خود از اون متهم میکنه. این موی هم مرجع است، یعنی نمیفهم طاغوتی سوی هم درباری سوی هم مدخلی سوی جالب است متهمات رو برامون میزنن که دیگرها بسیار شدید ما رو مخالف از میدونن. کسانی که در سای ما دوستان داد کرده باشه به اصطلاح خودشان یکی از جمله کسانی که بیشتر به زعم مردم مشهور است به مخالفت با مرجعه مرا میگن، باز مرا مرجعه میگن. یکی از کسانی که مثلا مشهور است مرا به اصطلاحاتی که الان معمول شده مشهور است که میگن از جمله مخالفین سرسخت به تعبیر مدخلی هستن اصطلاحاتی که کردن. باز این پس میامید تمام میکنن. دلیل این پشت از گپا نمیگم، من فقط به عنوان مثال گفتم که چرا این طرح کار میکنن. ما قول علمای رو میگم که هدف ما قول علمای رو میگم که باز پس رو متهم کردن کنن که پاس بیان بگن که نه این مرجع هست و قول از اونها را ذکر میکنم. البته این کارا نمیتونن بکنن در مورد علما، اما کار دیگه میکنن، تحریف میکنن قولشون. اما ما کمی تفصیلی تر میخوانم قول عالمه که دوستا تفکیک بکنن آیا دقیقاً آنچه را که من میخوایم از گپ این نفر بگم همون چیزی است که سرش بحث کرده یا نکرده. مثلا یک عالم اومده در مورد کفار اصلی گپ میزنه، یک نفر سیاق قول عالم نادیده میگیره و میآید یک استدلال دیگه از اون میکنه. به عنوان مثال ما وقتی گفتیم که جهل برای کفار اصلی عذر نیست، خب برای مسلمان در حالاتی میشه که عذر میشه. اون میگه که سعی کن اقوال علما بسیار واضح داره که میگه جهال کافر هستن، باز چی نمیاره؟ برادر استدلال کرده بود با کتاب از ابن قیم رحمه الله، میگه که سعی کنید. ابن قیم چی گفت؟ طبقه المقلدین و جهال الکفره و اتباع. طبقه المقلدین و جهال الکفره، میگه ببین گفته جاهل کافر، خب جاهل کافر است، تو باز میگی که نه اهل سنتی نیست، تو میگی که نه ما اهل سنت، نه اهل سنت. خب ابن قیم است که جاهل کافر میگه، تو اومدی میگی جهل در تکفیر نیست. امی قول بسیار امی نفر نقل کرده، شاید چندین بار امی کلمه را امی خوانده باشه. طبقه المقلدین و جهال الکفره، طبقه المقلدین و جهال الکفره. این از کتاب ابن قیم ذکر میکنه، در حالی که ابن قیم طبقات کفار ذکر میکنه، کفار اصلی را بعد یک طبقه شبیه معرفی میکنه، حالا اینجا ابن قیم رحمه الله آیا این قول ابن قیم دلالت داره به این که وقتی گفت جهال کفار هستند که در مورد کفار اصلی گپ میزنه، آیا همین قول ابن قیم دلالت داره به این که مسلمانی که در حالات ممکن برش علم نرسیده باشه و جهلش در جهل معذور بوده باشه، آیا همین قول ابن قیم دیگه استدلال میشه و دلیل آورده میشه یا نه؟ این رقم کار نمیکنن. یا مثال دیگه را ذکر میکنم، ابن قیم رحمه الله در جای دیگه هم صحبت میکنه، تعریف ایمان و کفر میکنه، میگه هؤلاء لا يحكم الله بالكفر ولا ایمان، فإن الكفر هو جحود ما جاء به الرسول، فشرط تحقيق بلوغ الرسالة، والإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وهذا أيضا مشروط ببلوغ الرسالة. در اینجا ابن قیم رحمه الله بسیار واضح در مورد کفار اصلی گپ میزنه، اما این شخص متاسفانه این قول زیر میارم میگه که در مورد یعنی ابن قیم میگه تو ابن قیم اصلا چی نمیکنه، به تعبیر به اصطلاح خودش میگه جهل عذر نمیدونم، تو اومدی میگی که من چی میکنم، به اصطلاح تو میگی که جهل عذر است، ابن قیم عذر نمیکنه. دیگه باز چقدر جالب تحریف میکنن اقوال علما. میگه سلمنا انهم کفار لكن انتفاع العذاب عنهم لا انتفاع الشهود و قیام الحجه. میگه ابن قیم گفته که درست است، ما یک اصطلاح دیگه ایجاد کرده تحت عنوان تکفیر اسم و تکفیر حکم. میگه که ابن قیم گفته که درست است که ما اونها را چی میکنیم، قائل به اسم که اونها کافر هستند، اما عذاب از اونها دور میکنیم. یعنی یک مقالطه دیگه را به خاطر از ایجاد میکنه که ما وقتی گفتیم که فرق از بین کفر مطلق و کفر معین، او میگه که نه، فرق از بین کفر اسم و کفر در حکم. کفر اسم و کفر در حکم بله فرق است در مورد کفار اصلی و همه اقوالی که از علما دیگه نقل میکنه از همین جنس است. یعنی ابن قیم رحمه الله قول ابن قیم جز نقل میکنه، قول ابن تیمیه رحمه الله نقل میکنه. قول ابن قیم رحمه الله همیست که اینجا ما ذکرش کردیم. اینجا ابن قیم رحمه الله قطعا در مورد کفار هم میزنه. امی جلدش بگم بر شما، ابن قیم رحمه الله در کتاب احکام اهل ذمه، البته جلد جداش فرق میکنه، من اصطلاح را جستجو کردم وقتی پیدا کردم در جاهای مختلف نقل شده، البته چاپ کتاب‌ها فرق میکنه، دوستای تحقیق بکنن که کسی اگر پیدا نکرد باز نگه که هیچ رقم میگه برای تو گفتی نیست، به خاطر کلمات را نفر به خود داشته باشه بعد رو در مثلا شامل در جاهای دیگه جستجو بکنه، بسیار واضح هم گپ میاره. امی اقوالی که اون نقل کرده در مورد ازی که در مورد دو مسئله اول این که علما کافر را جاهل میکنن
قول ابن القیم رحمه الله رو نقل میکنه که قول تیمیه رحمه الله رو نقل میکنه و غالبا شیخ عبدالله رو نقل میکنه. همشون در بود کفار هست دیگه میزنه و ولی ما قائل هستیم کاملا. و نکته دیگه که او میام فرق میکنه بین کفر اسم و کفر در حکم، اقوال علما رو نقل میکنه کاملا قائل هستیم. و در مورد کفار هست اقوالی که نقل میکنه اولش و آخرش خیلی واضح ذکر میکنه. ما باز دوباره اینو میخونم. طبقة المخالفين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير المحاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينسبوا أنفسهم لنا. امام ابن القیم رحمه الله طبقاتی از کفار ذکر میکنه که کفار اینی طبقه یک طبقه شندم است، طبقه سابع العشره، طبقه 18 امیست که طبقه مقلدین کفار و جهال از اونها و پیروان از اونها هستند. میگه اینا چی رقم هستن؟ اینا خودشون نمیرن که مثلا پشت کفر ایمان بگیرن، میگن ما وجدنا آباءنا على امه ولنا اسوه بهم، ما پدران خود به امی یافتیم و مطابق از امی میریم و مع هذا فهم متارکون لاهل الاسلام غیر محاربین لهم. اهل اسلام ترک میکنن اما با اونها نمیجنگن که نساء المحاربین و خدمهم و اتباعهم مثل زنان محاربین. این می طبقات المقلدین و جهال الکفرة را فقط از قسمت جهال الکفرة میخواد استدلال بکنه، دیگه چه نمیخواد. این قول که بعد از اون میاد که منظورش چیزی را ذکر نمیکنه. چرا؟ یا دانسته ای کارا میکنه یا ندانسته. اگر دانسته ای کارا میکنه خب واقعا بی انصافی کلام است، اگر ندانسته میکنه الله براش علم نصیب میکنه. خب